سریال بربرها، نبردی باور نکردنی و سهمگین بین ارتش قدرتمند و مخوف رومی و قبایل ژرمنی که ژرمنی ها برای خاتمه دادن به ظلم و استعمار از طرف روم قیام میکنن و نبردی تاریخی رو رقم میزنن. سلام، حالت چطوره؟ امیدوارم که حالت عالی باشه و پس از دیدن یک فیلم یا سریال خوب حالت مدت‌ها کوک باشه و من اینجام تا بتونم یک فیلم یا سریال خوبی رو بهت معرفی کنم تا حال خوب بعدی تو تأمین کنم. پس با من باش. سریال بربرها. امتیاز این سریال از سایت IMDb 7.2 از 10 هست که توسط 28854 نفر نظر داده شده و امتیاز این سریال در گوگل 81%. سال تولید و پخش این سریال 2020، دارای 2 فصل و 12 قسمت. ساخته شده توسط کشور آلمان. زبان این سریال هم آلمانیه، یعنی بازیگران به زبان آلمانی صحبت میکنن. ژانر این سریال اکشن، ماجراجویی و درام. و کارگردان این سریال باربارا ادر و نویسنده این سریال آندرس هیکمن اگه اشتباه نگم. و حالا میرسیم به بازیگران این سریال: لورنس روپ، جین گارسود و دیوید اسکوتر اگه اشتباه نگم، چون واقعا اسمشون آشنا نیست برام. فلوریان اسمیت، ویلیام چمپیون و برنارد اسکوتز و جرمی میلر. ایوا ورنا مولر، سوفی رویس و گیتن ارونیکا. سرگیج اونوپکو و موراتان موسلو. چه شخصیت خفن و خشمگین. ای خدا این چیه؟ چه نازه با تأثیر قدرت ریشو میبینید چه کاری با آدم میکنه. همین 2 ثانیه پیش از قدرت و اباحتش داشتیم زهر ترک میشدیم، اما الان یه ناناز شد. شوخی کردیم. بریم سراغ بازیگر بعدی: دانیل دانسکوی و آلساندرو فلا، گیوانی کارتا و نیکولای کینسکی. و حالا میرسیم به داستان این سریال. این سریال برگرفته از جنگ جنگل توتبورگ بین ارتش روم و قبایل ژرمنی که تحت استعمار روم هستن اتفاق افتاده و در مورد مردی هست که در بچگی از پدر مادر خود، که آنها یعنی پدر مادر این بچه رئیس قبیله ای از قبایل ژرمنی بودن، به خاطر سیاست رومی به روم می رود. این بچه رو از بچگی میبرن کشور خودشون یعنی روم تا با آداب و رسوم خودشون بزرگ بشه. این ترفنده و در آنجا آن بچه بزرگ می شود و با فرهنگ و آداب و رسوم رومی پرورش می یابد و حال که جوان شده در ارتش روم وارد می شود و برای مأموریتی به مناطق ژرمنی که تحت اشغال رومی ها قرار گرفته می رود و در آنجا فرمانده ارتش که در بچگی در روم این جوان را بزرگ کرده، به خاطر اینکه قدرت و نفوذ خود را در قبایل ژرمنی افزایش دهد، این فرد یعنی فرمانده رومی به این جوان دستور میدهند تا جانشین پدر خود که رئیس قبیله بود بشود. اما این مرد که با آداب و رسوم رومی بزرگ شده برایش سخت است، چون این رسما عمرش رو توی روم گذرونده. درسته که تا یه سنی تو روم بوده، اما بیشتر از اونو اشتباه گفتم. درسته که این جوان تا یه سن اندک یعنی خردسالی رو توی ژرمن بوده، اما ادامه عمرشو تو جایی بوده که وضعش حتی بهتر بوده از اونجا، چون اونجا زندگی روستایی بوده خیلی، اما اینجا روم پیشرفته و همینطور دیگه بزرگ شده و عادت کرده و براش سخته که بره اونجا و ناچارن قبول میکنند. اما به خاطر این اتفاق کینه به دل میگیرند و بعد
اتفاقات مهیج و هیجان انگیزی رقم میخورد که باید شما به عنوان مخاطب و بیننده تماشا کنید. و این بود از داستان. و همینطور اگه شما کتابخوان هستید و به تاریخ و تمدن‌ها علاقه دارید، میتونید این سریال رو تماشا کنید، چون روایتیگر یه جنگ معروفیه بین ارتش قدرتمند روم و قبایل از هم گسسته و بدون اتحاد ژرمنی. و واقعا اصلا بخوایم از لحاظ تئوری حساب کنیم، حالا چیزی که طبق تاریخ هستش با کشور ایران که یک زمان قدرت خالص بود اصلا نمیشه. ارتش قدرتمند روم بازم دشمن سهمگینی حساب می اومد. اما حالا یه عده از قبیله ها با تسلیحات ضعیف و افرادی که آموزش نظامی ندیدن، حتی یعنی بیشتر روستاییان و یک کمی آموزش دیدن، اصلا خب نمیشه تصور کرد جنگ بین این دو رو. قطعا میگیم که روم برنده است. اما این داستان و تاریخ و این سریال برعکس این اتفاقو دارن میگن. اسپویل نمیشه چون خب بالاخره میدونید دیگه، اونی که کتاب خونه و تاریخو خونده میدونه که برنده این جنگ ژرمنی ها بودن و واقعا هیجان انگیزه و اینو باید شما ببینید. همین که اگه تاریخو خونده باشید تا تصوراتتون کامل تر بشه، و هم اگه نخوندید چون واقعا هیجان انگیزه. این که مثل جمهوری میونه دیگه، بالاخره جمهوری همه میدونیم دیگه، دیدیم 100 ساله. جمهوری کی بود؟ کسی که زیاد قدرت نداشت اما پیشرفت کرد و با دشمنای خارق العاده مبارزه کرد. این هم اینجوریه، نشدنی تبدیل شد به شدن. و یه جمله از فرماندهان رومی، یعنی کل از طرف رومیات تو این سریال دیده شد که برام جالب بود. میگفت من از خیانت خوشم میاد و از خیانتکار متنفرم. این تیکه کلام زمانی گفته میشد که روم از یک خیانتکار که به اونا یعنی به روم خدمت کرد و به مردم خودش که ژرمنی ها بودن خیانت کرد، بعد از اینکه دیگه اون فرد به دردشون نمیخورد اونو میکشتن و اینو میگفتن من از خیانت خوشم میاد و از خیانتکار متنفرم. یعنی یه حرف زیاد مثلا جالبی نیستش. مثلا اینه، میگه من خودم خنجر از پشت میزنم ولی خب نمیخوام خنجر از پشت بهم بزنن. خب طبیعتا هیچی نمیخواد. و منظورش دقیق تر بخوام بگم اینه چون فهمیده مثلا فردی خیانتکاره دیگه نمیخواد نگهش داره که فرصتی پیش بیاد که این خیانتکار، این که کلا ذاتش خیانتکاره دیگه، به خودش خیانت کنه و دیگه نابودش میکرد. به نظر من که دلیل کشتنش همین بود. مثلا اگه میگفتید چرا کشتش، حالا خب بازم ممکن بود استفاده کنه ازش، ولی نه، فردی که خیانتکاره همونطور یه روزی به تو هم خیانت میکنه. و فکر کنم دلیلش هم همین بود. از هر کی استفاده میکردن و دیگه کپونش که تمام میشد نابودش میکردن، چون فرد خیانتکاره و میتونه به خودش هم خیانت کنه و خطره. و خب این تیکه کلام برام جالب بود و این صحنه ها رو من سعی میکنم بذارم تو پیج اینستاگرام. میتونید پیج اینستاگرام رو داشته باشید که این صحنه ها رو ببینید بدون اسپویل و با اسپویل. اول ریلز، چون اینا رو سعی میکنم به صورت ریلز بذارم، اول ریلز بهتون میگم که اسپویل داره یا نه. اگه سریال یا اون فیلم رو دیده باشید با اسپویلش رو ببینید و اگه ندیدید بدون اسپویل. و نکته جالب بعدی که برام جالب بود اینه که طبق چیزی که من خوندم، اگه اشتباه نکنم، اشتباه ندیده باشم، این اتفاق، این رویداد در سال 9 میلادی اتفاق افتاده. نه اشتباه نگفتم، 9 میلادی، مثلا 1000 میلادی، نمیدونم 100 میلادی، 500 میلادی، نه 9 میلادی. اگه اشتباه نکنم سال میلادی بر اساس اون سال تولد جیزس کرایست، عیسی مسیحه. یعنی عیسی مسیح 9 ساله بوده که این اتفاق افتاده. واقعا جالبه که کجا بوده عیسی مسیح تو اون زمان. یعنی عیسی مسیح واقعا تو دوره روم بوده، قدرت روم. واقعا عجیبه، روم به اون قدرت اون وقت بوده، عیسی مسیح هم بوده. جالب بود برام. اگه به داستان این جنگ علاقه دارید که بیشتر بدونید، همین که این سریال رو دیدید و هم میخواید داستان اصلیش هم بدونید، من مقاله‌شو پیدا میکنم، سایتشو، حالا خبرشو،
میذارم تو کانال تلگرام. کانال تلگرام چجوری میتونید پیداش کنید؟ توی دسکریپشن چنل، دسکریپشن ویدیو نه، چون فعلا نمیتونیم لینک بذاریم به خاطر تازه کار بودن چنل، خاطر آپدیت های جدید و اگه یوتیوب بندم نکنه بی معنی یوتیوب، چون واقعا چه دلیل داره این کار کنه؟ لینک رو نمیذاره تازه کار استفاده کنم، لینک خارجی. حالا در کل بند نشیم، تو دسکریپشن چنل میتونید از طریق لینکی که براتون میذارم وارد کانال تلگرام بشید و هر اخبار و هر مطلبی که لازم باشه رو توش میذارم، میتونید داشته باشیدش. پیج اینستاگرامم در دسکریپشن چنل هست و میتونید استفاده کنید. عکسش هم براتون میذارم که ببینید در کجا قرار داره. و حالا میریم سراغ فکت های این سریال زیاد خفنی نیست، البته منظور اون نیست، منظورم اینه که زیاد دستن در کار و فلان و سرمایه گذاری اینا نشده، از یه چیز داستان و هیجان انگیز اینا نداره و فکتاش یه کمی تعداد پایینه. و حالا بازم بریم بشنویم، چیز بدی نیست. و همینطور فکت درست اسپویل نداره، ولی بهتره که سریال رو دیده باشید تا دقیق متوجهش بشید. و مثلا الان من میگم آرمینیوس فلان شد بیسار شد، شما توجه نمیشید مثلا آرمینیوس کیه، اما وقتی که ببینید میگید نه این اتفاق واقعا افتاد، عجیبه. پس برید سریال رو تماشا کنید. از کجا؟ نمیدونید. اگه بخوام بهتون معرفی کنم رسانه رو برای تماشای فیلم و سریال های بروز و با قدرت دوبله، خب و همینطور رایگان، یعنی البته میتونید اشتراک بگیرید، اگرم نمیتونید اشکالی نداره، با اینترنت تمام بها میتونید تماشا کنید و اینجوری خب یعنی پول خاصی جابجا نمیشه، یه اینترنته که زیاد چیز نیست. خب این رسانه اسمش چیه؟ اسم این رسانه گپ فیلمه و گپ فیلم انقدر قدرتمنده، واقعا رسانه قدرتمندیه، هم طراحی سایت قوی داره، هم این که قدرت دوبله داره، یعنی افرادی که دوبله میکنن رو در اختیار داره و برای خودش دوبله میکنه. این انقدر قدرتمند و به اصطلاح رایگان، از این بهتر من ندیدم خودم. میدونید تعریف بلبل جان رو شنیدید دیگه، انقدر تعریف شد ازش، اما این از اون قوی تره چون قدرت دوبله داره اگه اشتباه نکنم، همینطور که رایگانه دیگه، از این بهتر. و این یکی از اون رسانه ها بود که این شاخشون بود، یعنی خفن ترینش. رسانه های بیشتری هم هستن که توی کانال تلگرام در مورد اونا توضیح میدن و معرفیشون میکنم. میتونید از طریق دسکریپشن چنل، دسکریپشن ویدیو نه، چون فعلا نمیتونیم لینک بذاریم به خاطر آپدیت یوتیوب، و تو دسکریپشن چنل که عکسشو براتون میذارم لینک کانال تلگرام هست، میتونید واردش بشید و چک کنید. و همینطور میتونید پیج اینستاگرام رو دنبال کنید، چون من سعی میکنم تیکه هایی از فیلم و سریال هایی که معرفیشون میکنم توی ویدیوها اون صحنه هایی که جذابن رو در بیارم. و این صحنه ها دو بخشن، با اسپویل و بدون اسپویل، که با اعلام اسپویل بهتون میگم اونایی که سریال یا اون فیلم رو دیدن میتونن با اسپویلش رو ببینن برای یادآوری و زنده شدن خاطرهاشون. مثلا یه صحنه خفنی از اون فیلمی که دیدن قبلا ببینن بگن یادش بخیر این اتفاق افتاد اون فیلم، شاید باحال. و صحنه های آزاد و بدون اسپویل برای اینکه انتخاب کنید که آیا میخواید این فیلم و سریال رو ببینید یا خیر. خب اینم از معرفی رسانه هایی که میتونید ازشون فیلم و سریال دریافت کنید و ببینید، رایگان و اشتراکی. و حالا بریم سراغ فکت ها. فکت اول: بازیگرانی که مردم قبایل آلمانی را در این سریال به تصویر میکشند به زبان آلمانی، البته آلمانی مدرن صحبت میکنند، اما این سریال به عنوان یکی از تنها درام‌های تاریخی در نوع خود که در آن دیالوگ‌های شخصیت‌های رومی همگی به زبان لاتین کلاسیک صحبت می‌شوند قابل توجه است. و فکت بعدی: کلاه ایمنی با ماسکی که آرمینیوس در اپیزود گرگ و عقاب بر سر داشت مدل دقیقی از کلاه سوار نظام رومی است که در حفاری‌های کالکریز، محل آخری نبرد فاجعه واروس یافت شد. و طبق این فکت میگه که
این مدل ماسک و کلاه ایمنی از اون محلی که نبرد فاجعه آمیز واروس اتفاق افتاد یافت شده پس از یعنی هزاران سال، این 2000 سال اینا، و اقتباس گرفته از اونه. خب سریال رو دیدید دیگه، چون بهتون پیشنهاد کردم برای درک بیشتر فکت ببینیدش. اون لحظه رو دید دیگه، فاجعه واروس، یعنی اونجایی که واروس شکست خورد. واقعا صحنه غم انگیزی بود، حتی با اینکه ظلم کرده بود واروس، خیانت شد بهش و خودکشی کرده. واقعا غمگین بود چون از پسر خودش زخم خورده، واقعا سخت خودکشی کرده چون دیگه نمیتونست تحمل کنه. البته فقط اون نبود دلیلش، دلیل دیگه هم این بود که شکست خورده، ارتش قدرتمندش به راحتی شکست خورد. ولی خب این اعتماد که خنجر از پشت خورد به خاطرش، اینم بعد جوبش ضربه زد، چون توی سریال دیده شد که چند جا واروس به خودش شک کرد که آرمینیوس داره چی میگه، این حرف عجیبی میزنه در مورد تاکتیک های جنگی. اما گفت نه، اعتماد دارم، این بچه‌مه، پسرمه، بزرگش کردم چند سال، 20 سال مثلا، بهم خیانت نمیکنه. اما خب متاسفانه خیانت کرد و اون صحنه اتفاق افتاد. خب بریم سراغ فکت بعدی. شخصیت فولکوین ولفسپیر برخلاف آرمینیوس و تراوندا، یعنی همون تاوزندا اگه اشتباه نگم، یکم اسمش سخته، که واقعا وجود داشتند، کاملا تخیلی است و ساخته نویسنده است. حالا نویسنده شاید نه کارگردان، فیلمنامه نویس، حالا ولی تخیلیه، واقعی نیستش. و فکت بعدی، فیلم رایتر آرمینیوس جوان پسر لورنس روپ آرمینیوس در زندگی واقعی است و میگه این ارتباط این دو واقعی بوده. خب تعداد فکت های این سریال همین مقدار بود، اندک و مختصر و مفید، واقعا کم بود و اطلاعات زیاد خفنی نداشت. به نظرم بهترین ویدیویی که بهترین فکت های خودشو داشت سریال ویچر بود و بعد از اون سریال یعنی اپیزودی جان ویک، چون اونا واقعا شاهکار بودن، داستانه پشت پرده زیادی داشتن. سریال ویچر ندیدید؟ میتونید از این قسمت که کارتشو براتون اگه بذارم، اگه مشکل پیش نیاد، اونو تماشا کنید. سریال خوبیه به نظر خودم، میتونید شانستون رو امتحان کنید و تماشا کنیدش و ممکنه به یه سریال مورد علاقتون تبدیل بشه. خب این بود از فکت های این سریال. حالا بریم سراغ مورد بعدی که میشه راهنمای والدین یا هم راهنمای بچه ها. خب اولی مورد صحنه های اوور 18 که به صورت زرد، یعنی خفیف، زیاد نیستش، سبز هم نیست و البته هستش اما کم. مورد بعدی خشونت و آزاره، یعنی صحنه های خونین و بزن و بکش که قرمزه و طبیعی هم هست. میبینید دیگه جنگ اونها توسط روم و این چیزا و قرمزه و شدیده. اگه قراره این سریال رو برای بچه‌ای حالا پخش کنید که بچه‌م ببینه، مواظب باشید، یا که خودتونم روحیه حساسی دارید نبینید. و مورد بعدی ناسزاه که به صورت زرده، یعنی خفیف، زیاد اونقدر نیست. و مورد بعدی الکل، دراگز یعنی هم مواد و سیگار به صورت خفیف استفاده شده. و آخرین مورد از راهنمای والدین و بچه ها صحنه های ترسناکه که به صورت نارنجیه، که صحنه های ترسناک داره. البته اونقدر ترسناک گفته نمیشه، اگه مثلا غیر منتظره، هیجانی، یا که مثلا بچه به اون صحنه بگه ترسناک، اینجوریه. و این بود از راهنمای والدین و بچه ها. خب رسیدیم به پایان ویدیو و دیگه اطلاعات دیگه فکر نکنم مونده باشه در مورد این سریال، و اگه مونده باشه حالا یه جوری میرسونم بهتون و فکر نکنم. البته خب انتقاد، پیشنهاد و هر توصیه‌ای برای افزایش کیفیت ویدیوها دارید، لطفاً حتما کامنت کنید برای اینکه من اونا رو یافت کنم، بیابم. چون من دنبال افزایش کیفیت ویدیوهامم، چون من
خب قبول دارم تازه کارم و تازه کار مهارت زیادی نداره. خب طبیعیه، من تازه این راه اومدم، نمیدونم اونجا جلوتر، قدم جلوتر چه چیزیه. خب تا حالا نرفتم و از شما میخوام که به عنوان فیلمباز که اگه فیلم بازید توصیه دارید برای افزایش کیفیت ویدیوها، حتما پیشنهاد کنید تا بهشون رسیدگی کنم. من برای افزایش کیفیت اومدم. شاید بگید که تو میخوای هندونه زیر بغل ما بذاری و از این حرفا، اما نه. اگه من چند بار بی‌اعتنایی کردم به پیشنهادتون، اون وقت میتونید بگید که آره. اما نه، واقعا من خب وقت زیادی من ندارم به اون بیکاری. ببینید تولید محتوا واقعا وقت میبره. حالا نمیدونم سابقه‌شو دارید یا نه، چون الان اکثرا همه دیگه تولید محتوا رو میکنن و اگه سابقه‌شو ندارید ببینید من بخوام ویدیو بذارم، حالا طبیعی چیزی که فعلا میدونم هر هفته 2 تا میتونم بذارم، اونم با تلاش شبانه روزی. حالا نمیدونم، با تلاش مستمر، یعنی استراحتی نکنم و نرم تفریح بیرون و از این حرفا. یعنی انقدر وقت بره. حالا من انقدر وقت فکر کنید بذارم برای اینکه بیام شما رو اذیت کنم؟ نه، اصلا سودی نداره برام این کار. من اومدم که پیشرفت کنم و فعلا میتونم که به عنوان شغل بهش نگاه کنم اگه کارم خوب باشه و ازم استقبال بشه، چون واقعا انقدری وقت ازم میبره که نمیتونم به عنوان یه تفریح بیام، به عنوان کاره. و اگه از این به درآمد برسم میتونم همیشه باشم. اگه نرسم که باید برم دیگه، چون من بالاخره منم تو ایرانم و تو این وضعیتم و باید به پول برسم، مگه میمیرم خیلی راحت. و شاید بگید تو اومدی به عنوان پول نگاه میکنی به این چیز، اما کیفیت نداره ویدیوهات. خب پول در بردن که آسون نیستش که هر کاری کنی پول در بیاری. خب درسته، بله. و شاید هم حتی بگید تو که اصلا به درد نمیخوره ویدیوهات، چه چیزی، چه نکته مثبتی رو داری که ما ازت حمایت کنیم. خب در این مورد من باید بگم که حرفه من، یعنی این موضوع فیلم و سریال، تولید محتوا در این مورد به نظر خودم مثل شغله های تعمیر خودرو میمونه. میدونید تعمیر خودرو چند رشته داره، چند رشته شغلی. صافکاری و رنگامیزی داره، جلوبندی داره، تعمیر خودرو یعنی تعمیر موتور گیربکس داره، باتری سازی داره و نمیدونم رادیات سازی و از این حرفا. ببینید رشته زیاد داره. مثلا شما میرید پیش جلوبندی میگید من موتورم صدا میده، میگه خب چیکار کنم من که بلد نیستم. بعد بهش میگید تو بلد نیستی اشتباه میکنی میای. ولی اون میگه خب چه ربطی داره، من یه قسمت دیگه ای از خود رو میگیرم، این مربوط به موتوره که مربوط به من نمیشه. و خب منم به نظر خودم اینجوری اومدم فعالیت کنم و رشته شغل من تحلیل نیستش. مثلا من تحلیل نمیتونم کنم، چون تحلیل سطح بالایی از فیلم باز بودنه که من متاسفانه نیستم. ولی من اومدم که وقتتون رو کوتاه کنم. مثلا شما برای انتخاب یه فیلم و سریال باید 2 ساعت 1.5 ساعت این ور اون ور برید، کارگردانشو نگاه کنید، در مورد کارگردان اطلاع جمع کنید که چه سوابقی داشته، چه سریال هایی داشته، کارش خوبه یا نه، نویسندش کیه، اون چطور، چه چیزایی و رزومش چجوریه، سوابقش چجوریه، بازیگرانش کیان، بازیگرانش تو چه فیلمایی بودن، بقیه محتواهایی که شبیه این فیلم و سریال هستن چیان و داستان چیه، فکت‌هاش چیه. کلی اطلاعات داره و اینا رو خب خود من رسما دارم این کارو میکنم دیگه، جمع آوری میکنم، خود من دارم میگم خیلی وقت میبره. حالا من یه ادیت و این چیزاش هم دارم، حالا جز اون جمع آوری اطلاعاتش خب وقت میبره. حالا من اومدم که من جورشو بکشم به اصطلاح تا 10,000 نفر 20,000 نفر راحت باشن. من اون زمان رو طی میکنم و اون کوتاه شدهش رو به شما میدم تا شما اون راه طولانی رو نرید. برای شما یه میانبر میزنم و خب سعی میکنم که کارم موفق باشه، تو کارم تلاش کنم و موفق باشم و مورد آزار قرار ندم شما رو. من واقعا بیکار نیستم که بیام اذیتتون کنم، اونم تو این وضعیت که هیچی پول نداره. خب منم دنبال پولم دیگه، یه معامله 2 سرسوده.
از شما نمی‌خوام دزدی کنم. مثلا با این حرفم که گفتم من دنبال پولم، مثلا میگید ای عوضی تو اومدی این کار کنی. نه خب چه اشکالی داره؟ یه معامله دو سر سوده، شما به سودتون میرسید و منم به سودم میرسم. پولی که از شما کم نمیشه. امیدوارم که هممون موفق باشیم و این بوده از هدف من از فعالیت. امیدوارم که اگه شکی داشتید، شبهه‌ای داشتید در مورد این، سوالی داشتید، برطرف شده باشه. اگه سوالی هم باز بود حتما کامنت کنید تا بهشون رسیدگی کنم. خب بیش از این ویدیو رو طولانی نمی کنم. تا ویدیوهای بعد، خدا یارا نگهدارتون. بای بای.